السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعه حاضرین، وکیلی نیست که به خاطر که روزدار هستیم، با همراه حاجی شتگی هستیم. الحمدلله خداوند همه حجایی که کردین انشاءالله که مقبول باشند و عمره کردگیتون مبرور باشند و مقبول باشند انشاءالله. ای آمدگی پشیمان نیستین نه انشاءالله؟ خرسند هستین ماشاءالله، شاد پیروز الله نیابان باشه. و چه خاطر ویدیو میکنیم؟ شاید که روز از روزها، شاید 5 سال پس یا که 10 سال پس همین ویدیو را ببینین، یک ذکریات، یک خاطره انشاءالله که میمونه که شاید که از بین شما ما بگذرم که برادر یک تمونیت همون میگذره، شاید که از دنیا رحلت کنیم. همین ویدیو را که میبینیم در یاد ما میزنه، دست به دعا میکنیم که پروردگارا همون حاجی ما را، اون برادرای ما که دما بودن با همراه ما بودن در سرزمین مقدس، پروردگار را گناهاشون عفو و مغفرت کنه. یعنی هر انسانی که از دنیا میگذرد تمام عملهاش بسته میشن به جز سه چیز. یکی از اونها این دعای صالحه، دعای فرزند برای پدرش بکنه و همچنین هر برادر، هر مادر، هر اکا و دادری که برای انسانانی که از دنیا رحلت کردگن در حق اونها دعا کنن، ان شاء الله که دعای اونها اجابت میشه. حجاج خیلی زیام سوز ناس یگان کمدیش نیست در جبانه تو. درجه اولش کسی ماشاءالله. حاجی محترم شما چه خیلی؟ زیارتش خیلی کردم. شب قدر در حرم زنونده. الله قبول کنه. شب قدر چه خیلی بود دعا؟ جدیام دوران دروز جدیام به درجه اولیش تو دعا تقریبا از تراویح تا امید تیار کردنش 37 منوت گذشت. در دعاها ماشاءالله گریه میکنه انسان، اگر دلی سنگی هم باشه قوم میشه میفرد. یعنی در این سرزمین مقدس خیلی که الله سبحانه و تعالی میفرماید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، یعنی شما کم بخندید نگاه بسیار بکنید. انسان بچنده که مثال از عمر خودم میگم، انسان بچنده که عمرش بالاتر میروه فکر میکنه که شوخی و بازی و همه چیاش کمتر میشه. همین ما خواستم که از شما پرسم، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شاب نشأ فی عبادت الله، یعنی جوان کامیاب از عبادت الله. یعنی جوانا بعضی علما میگن که 30 31 32 33 مثلا در همین سن سال جوانن، اگه پیر میشن، یعنی اوجا جوانی میبراین در سن سال پیری قدم میزنن، یعنی انسان تغییر مییابه. آیا در سن سال شما همین خیر بوده می احساسات یا که نه؟ تمام همین صورت وابشه کنید کلا میشه باز اکنون اوجا احساسات رو میزه. نه من با خودم همین چیزا بگیم رسم وجدت میکنم که روز به روز که رفته است شاید که حیات زندگی بر سر انسان میآید یا اینکه عمر یعنی کلان شدن میگه انسان تغییر یافتن میگیره، به خاطر که پیش بسیار شوخی میکنیم با همراه عمل بسیار میدیم. باز روز به روز تولی سریوز نشدیم، تولی کلان شدیم، الله اعلم. با اون خاطر خواستم همین چیزا ازش بپرسیم. شما حاجی محترم چیکارین؟ سرکوب کردگی نیستن داریم ما فکرم. یکی از حاجیای بهترین ما که همیشه با تخلص خواب ماشاءالله مشهوره شوخی میکنه. یعنی بعضی انسان ها حاجی ها میان متاسفانه در فندق در گسینسه وقتاشون میگذرانن، اما بعضی حاجی ها را میبینیم مثلا از این جمله یعنی حضرت درشان دعا کنید خدا شفای کامل حاجیشان عطا کنه، یعنی همیشه با عبادت از جمله اینی برادرمون حاجی این سفید نمیگیم، میگم ما شما در یوشه که غاری ثوره بسیاری جوانو برآمدن نتونستن، از جمله اکا الهام نتونست برآمده زورش آمد روزه بود، میگم حاجی برآمدش ماشاءالله. بسیاری زنها هم بودن برآمدن، یعنی هر کس قوت نمیکنه با اون خاطر برادر ما پیر گفته نمیتونیم. الحمدلله بسیاری از با همراه حاجی ها غار ثور، غار حرا، جبل رحمه و همچنین عرفات و مزدلفه و جمرات دیگه جا انشاءالله کیازی چکر میکنیم باذن الله. شاید که بگه یا اینکه شاید که شب ویدیو انشاءالله که ببرایه با هم خاطر انتظار باشین، در حق حاجی ها دعاگو باشین و کدامت که انشاءالله که حج رونده هستین بخواین حج برین انشاءالله به رقم های روی اکرام مراجعت کنین که الهام دین و قدر استطاعت چیزی که دستشون بیایه یعنی خدمت میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همین سفر خودش مشقتی داره و عمره و فرض همین جایی که سفر کرده یک مشقتی، یک مشکل بالای سر انسان میآید.
بعضی حالات ها میشه که اتوبوس زدیش کم میشه، بعضی حالات ها میشه که سمالیات زدیش کم میشه. همه انسان ها چیکار میکنن؟ بعضی میاد بیمار میشه فکر میکنن که همه مسئولیتی همش با بوی راه بلده که با بوی کمپانی. نه، بعضی حالات ها میشه مثلا بگیریم ایرسیه اشاری سمرا مثلا با مسکوری که مسکو و پیتر سفر میکنه، هم مشکل بالای سر انسان میاد، سالش میکفه آواری میکنه دیگه می خلاص حالات ها میاد. با هم خاطر هر یک کاری میشه به حکمت الله های و خاصی الله های. هر چیزی که ما بخوایم اونم میشه و هر چیزی که الله بخواد هم میشه. با هم خاطر گاه در مشکلی ها میشه و گاه میشه که میم گسینچه پرانو میگه صبر کنیم کم که خودی شد کنیم یا که تازه شد کنیم. در حالات ها رو خلاص دیگه و چی تو کنیم که مثلا شما اینجا عبادت میگید باید وقتانه در مکه مکرمه صرف کنیم با عبادت الله مشغول باشیم. وقتانه بهبوده باید صرف نکنیم به خاطری که در حرم یک رکعتش مبدل به 100,000 فکر کنید که در ماه شریف رمضان وای به حال ما که شاید که با سال دیگر زنده مونیم یا نه و هم خاطر فرصت رو از دست باید ندهیم. باید در وقت ساعتش در وقتش عبادت خوب کنیم. شاید که سال دیگر نتونیم اومده مکه مکرمه، شاید که سال دیگر در همون وطن خودمون زنده نباشیم برای که ما نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی میگه وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. و شما نمیدونید که فردا چیکار میکنید و نمیدونید که در کجا از دنیا میگذرید. بعضی مادران تاجیک الحمدلله در مکه مکرمه گشتگی خوش و به حالشون، بعضی در مدینه در همون بقیع گورشون کردگی ماشاءالله. بعضی انسانایی که در اینجا میگذرن ببینید که قریب 1 میلیون 2 میلیون انسان جنازه‌ش هم میخرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جنازه هر انسانی که اگر 40 نفر زیادتر بکنه الله سبحانه و تعالی گناه‌های رو عفو میکنه. انا فکر کنید که 1 میلیون 2 میلیون بعضی وقت 5 میلیون از خفای یک جنازه میشه. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از همون گونه شخصیت ها بگردونه که جنازه ما و شما را همین خیلی انسانان زیاد و در بهترین جا جنازه من بکنه. الله نگهبانتان باشه. چی در مدینه باشیم چی در مکه باشیم بسیاری وقتاتونه در مسجد صرف کنیم. یعنی بعضی اوقات ثور میرن مثلا ما خودمون برآمدیم اونجا را دن موزه در خونه خوندیم نتونستیم مکرده به خاطر چی؟ به خاطر که مونده بچه نمیم. اما بگیم به غیر روزه باشه میتونید که برای تاریخی ببروین با خورده میبروین دم میفروین یعنی به فرگیر احساس نمیکنید. اما در روزه کم که خینه اون خاطر با احتیاط باشید. الله نگهبانتان باشه. در حق حاجیای ما بسیاری حاجیان در کدر نیستن، در حقشان دعا کنین. هر مؤمن و مسلمان باشه و دعا نیاز است. شاید که دعا یک از شما باشه که الله سبحانه و تعالی این برادر مکم که بیماره الله سبحانه و تعالی شفاش بده. خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا يرد القدر الا الدعاء، یعنی تقدیر یگان چی تغییر نمیده مگر دعا. و در دیگه حدیث تا اومده که الصدقه یعنی صدقه دادن چه میکنه تغییرات تغییر میده. اما خاطر دعا همیشه ان شاء الله که انسان میسازونه مثل درخت و دعا باشین ان شاء الله که در سخنرانی ما اگر یگان کمبودی باشه یگان گپی دغل زد باشه از همتون معذرت و بخشید. فی امان الله. السلام علیکم. جای ما اصلا سریعی از برای همینجا گوش اومدن روات خود میکنه سال میگذشته با 1.5 سال دیگه 2 سال میگذشته بعضی ها گوشت میرفته میخوایی کویا میکردن نه بدر بله برای همین تاش تا حاضر همین شرایطی که همین روز موافق شد تمجه به خدای خودش میدونه تا پرده شد یا نه. بله به خاطری که همین روز همین ساعت فرصت همین هست. مینوت فایده برای ما حاضر یک بله. مینوتش پیش چقدر پیش حرکت کنیم همون قدر پیش. من همین قدر وقتی 3 سالهای بسیار طولانی 60 سال میگویم 70 سال میگویم همین خیلی مونگی بود همینجا آمدن جدی هم قیم بوده شرایط بود. من همین قدر به شرایط پیدا شد باید هم یک مومنت استفاده بردارن در کار کنیم سکوند استفاده داریم که اگر تو واسه چی میشه چی کنیم. بله نمیدونید فردا چی میشه فردا چی ما انتظاره حقیقت کنم نکن همین سکوندوی نقص زاروندن نکن. بله بهترین حاجی یعنی حاجی برادر من الحمدلله یعنی حکایت که گفته است که پیش زمان پیش با بیهام نقل میکنن که مثلا تقای خودم با اتوبوس بچه اومد گه گازلش کردم میگم سال نمیدونم 2002 بود یا 98 سال گازل خطی اومده گن با میگن حاجی رو گفتگی اومد گن چون
رهبر برای شدگی دیگه خلاص دو گفتن موسم و هم خیلی اومدگیان خلاص گفت یعنی زمان پیش بعضی تو 5 ماه 6 ماه می اومدن ده سال پیش البته اکلاشون اما از او بیشتر که میام دیگه عین حال الحمدلله شرایط الله سبحانه و تعالی محیا کرده گیره اینجوری هم خاص عملیات شرایط میگردیم میریم بعضی بیچاره میومد در راه میمردن البته هم که بعضی را دزدی میکردن بعضی را وارد میکردن بعضی را لطکوب میکردن خلاص که همین حالتا بالای سر انسان میومده این روز شرایط الله سبحانه و تعالی چون محیا کرده که در سمالیات میشینی 3 ساعت ساعت است 4 ساعت روزه میگه خوبه اومدیم بله اینه بیاد که باز بعضی خیلی شرایط توزیع بعضی شما گفتید که اون خودتون زدیش که میشه البته طاقت کرانده کن کمتر طاقت کرانده کن باید همین حاجی مو کمتر همین همش گلات کشناش نکنه کمتر خودمون مجبور کنیم داکو عذاب کشتم داکو برای می حاج قبول است باز کمتر عذاب کشتم دادم حاجش دوایینو میشن یو نو انشاءالله در مشقت در پرابلمی انسان که صبر میکنه الله سبحانه و تعالی ثوابش چندین برابر زیاد میکنه اضافه میکنه برای این یک ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت این برای حجیگی یگان مونیگی شدنش نکنه انشاءالله این یگان چیزش چیز شدنش نکنه بله یگان چیز باید راه انسان نگیره که حج بیه خوشا به حال خودتان خوشا به حال فرزنداتان که الحمدلله شما به جو مکان مقدس راه کرد خوشا به حال همون گونه فرزندهایی که پدر خود را و مادر خود را راهی میکنه که با همراه خودشون میگن باز یک خواهش دیگه از برادرانی بگیم هر برادری که ما را نیا میکنه اگر پدراتون یا که مادراتون پیرانسال شده باشن کوشش کنین حرکت کنین خودتان با همراه اونها ببینین با چه خاطر یعنی میاد در اینجا مکان مقدس دعای پدر مادر را میگیرین دعای پدر مادر نزد پروردگار اجابت است با اون خاطر در سرزمین مقدس بعضی حالات میشه که کمک اونها در کار برای اونها یعنی راه بلد نمیتونه که اگر هر به اونها یعنی دستگیری کنه که برای حرکت اونها رو با جو مکنه بعضی هستن که حاجت رفتن نمیتونه بعضی ها دولینی هاشون بلند میشه بعضی ها رو پس میشه خلاص که هر چیز انتظار میشه انسان وقتی پیر سال شي با اون خاطر با همراهشون بیاین در جو مکان مقدس دعاشون رو بگیرین نور علی نور میشه ان شاء الله خداوند هر یک ما و شما را همون گونه فرزندهایی که نصیب گردانه که همیشه با طاعت عبادت الله باشن و خدمتگاری پدر و مادر باشن الله نگهبانتان باشه و دعا باشه. السلام علیکم.